سوالی 33 مرتبه‌های یا که مرتبه دوم دین چیست؟ مرتبه دوم دین این ایمان است. چگونه که معلوم است دین دارای 3 مراتب است، 3 مرتبه دارد: اسلام و ایمان و احسان. و ایمان بالاتر از اسلام است. مرتبه ایمان بالاتر از مرتبه اسلام است. مسلمان زیاد هستند، نه که مؤمنان کمتر هستند. زیرا در ایمان تأیید باطن و اطمینان قلب الهام می شود. چگونه که الله می فرماید و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اعراب با دیانشینان گفتند که ما ایمان آوردیم و الله در جواب گفت که بگو ای محمد بر آنها شما ایمان نیاوردید، بلکه بگویید که ما اسلام آوردیم. ولیکن قولوا اسلمنا، ولیکن بگویید که ما مسلمان شدیم، اسلام آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، که تا حال ایمان در دلهای آنها، در قلبهای آنها داخل نشده است. سوره حجرات آیه 14. پس فرق میان اسلام و ایمان در آن است که اسلام عملهای ظاهری است، مثل نماز، روزه، حج، زکات، ولی ایمان عملهای باطنی است. هر کسی که کلمه شهادتین را بگوید و نماز را بر پای بدارد و عملهای کفر و شرک را انجام ندهد، پس وی مسلمان است، وی برادر ماست، خواهر ماست. اما هر کسی این کار را انجام ندهد، اگر چه لا اله الا الله هم بگوید، وی مسلمان است. بگوید دلم پاک باشد، دل صاف باشد. اما ایمان از اسلام در مرتبهش بالاتر است. یعنی که شخص مؤمن عملهای ظاهری را انجام میدهد و به عملهای باطنی ایمان دارد و همچنین از کارهای منکر خود را باز می‌دارد. برای همین مسلمانان زیاد هستند، عملهای فسق و فجور را انجام می‌دهند، اما مؤمنان کم هستند که پاک سرشت و پاک دامن هستند، از گناهان خود را باز می‌دارند.